با عرض سلام و درود به همه شما. این کسایی را که میبینین همه یا چی هستند؟ کارگرانی مسجد الحرام هستند، یعنی کعبه. تا حالا اگر سوال شده باشه در شما که چند عدد کارگر داره، زیاده از 40,000 کارگر داره. کمپانی که شرکتی که عهده اینا را به عهده گرفتگی است یا اینکه اینا را استخدام کردگی است، شرکتی بن لادن است، مجموعه بن لادن میگن شه. هم خیلی که میبینین اسم اینه بیگانیمه شونه که برومیسن ای کار و به طرف خانهشون میروند. اتوبوس ها هسته که بامداد نیمه ساعت 6 میارن میفرورشون میدرورن دروی کار دا کار میکنن و دیمبورا بعد بگرده به همین ساعت 6 نیمه را با اتوبوسی خچونش که میکنن میروند به سوی خانهشون. انا باید درباره معاششون گپ زنیم که چند قدری میتن. انا عادتا پسترین معاشی را که میتن، پسترین کاری را که هسته، مقصد وظیفه که در همین کمپانی هسته، مجموعه هسته، 2000 ریال هسته. 2000 ریال اگر به دلار حسابش کنیم، کورس دلار 3.73 حساب کنیم یا 74 550 دلار بگیم هم قدر می شود. ولی این پسترین معاش برای اینو هسته. 2000 که سر می شود تو به 110,000 ریال در ماه، 110,000 ریال تقریبا 30,000 دلار می شود در ماهش. خوبی برای انجینیرها و دیگر چیزای ممکن بالاترش بیسته. خلاص این کرانوی را که میبینین، کرانوی بارکشی و دیگر چیزا را تمامی همیا نیاز به چی دارن؟ متخصص خچه داره و برای متخصصی یا بدن معاشو فرق میکنه. این یکی کارگری عادی باشه یکم بار هوچ کنی ایسی ببری، این فرق داره که برای همین ای 2000 ریال در ماه تو با 110,000 ریال در ماه میرسه. و عادتا یک باری که اگر همه دا یاد داشته باشه، یکی هم کرانو چپه شدگی بود شمالی سخته، ولی تحقیقات اولیه را نشان داده بودن که شرکت بن لادن است، همین مجموعه همین مسئول است. ای کار معنیش که بودن موظفاش همین کارگران را هم مرا چی کرده بودن، ای وطن سر کردنی بودن، زیاده 40,000 همون کارگرشه. ولی خوشبختانه بعد تحقیقات معین شد که یکم مشکل ایو نبوده، تمامی تکنیک‌ها را رعایت کرده بودن، ولی خوب چپه شد. تقدیر خدا بوده که چپه بشه و چند 107 نفر مردگی بود در همون زمان. همین کرانو را یعنی هم مجموعه بن لادن ساختگی است. انا بعد چند مدتی معنی شدن کارشون دیم برا با اجازه کارشون دادن و این حال ساختاری که همین پروژه نوی که مسجد الحرام داره که میبینین چی رفته سه بنا تعمیر در رفته سه، همینجا را شرکتی بن لادن که نمی کارگروش با عهده داره. کسایی که میخوان تقدیم کنن انا نیاز به چی دارن؟ خوب در سایت همیو میدرویان، در سایت همیو تقدیم میکنه شهادت خونیش تا چند قرار خوندگی است و در کدوم نصحات کاردرومانی است، تمام این چیزا را پر میکنه، انکتش میسپره و انشالله که قبولش که کردن میتونه که بیاد اینجا چیکار کنه، کار و فعالیت کنه و باقی دیگه زندگیش پیش ببره. آرزوی موفقیت دارم کسایی که میخواد تقدیم کنن و انشالله که به خواسته و آرزوهاتون برسین. زنده و سلامت باشین.